وقتی تو کالاف حوصلتون سر میره چیکار کنید؟ 1. با دوستاتون یا هر کی که دارید بیاین لب دریا، با هم شنا کنید، بازی کنید، مسابقه بدین. خیلی خدا وکیلی کیف میداد. والا نمیدونم چرا شماره 3 نیومد تو آب با ما. کیف میداد. این یکی خیلی کیف میده. منی که این همه این کارو کردم خسته هم نشدم. برین تو گوگل آهنگ محسن لرستانی رو دانلود کنید و پخش کنید و این ماشین رو بردارید و برید دور بزنید. اینقدر که کیف میده. Welcome to Battle Royale, the match. اگه یارهای شما مایکشون بازه و شما رو میبینن بیاین اینجوری بچرخین. خدا وکیلی خیلی کیف میده. و کار آخرم یه ماشین بردارین برین بالای یه تپه، از طبیعت لذت ببرید، از هوا بشینید با هم چایی بخورید، حرف بزنید. کار بعدی کشتن یارهاست. با سیفور یارهای خودتان را بکشین.